بازی ترکافیومی یک بازی سامورایی ژاپنیه که همینطور که میبینید یک محیط سیاه سفید و حالت دارک داره و میخوایم ببینیم که آیا بازیش خوب هست، بهش نمره بدیم و ببینیم آیا ارزش این که بگیریم برای سرگرمی و تجربهش کنیم و داره یا نه. همین سیاه سفید بودن خود گیم هم اصلا جذابیتی نداره. خب حالا فایتاشو ببینیم به چه صورته. یه فایت خیلی بی‌کیفیت و خیلی حالا ساده داره و اصلا توقعی نباید داشت. با یک ضربه میتونید دشمنات از پا در بیاری. کلا گرافیک کیفیت بازی خیلی پایینه. بازی هم خیلی معمولیه در سطح حالا میشه گفت پایینه. برای اینکه حالا بخواید سرگرم بشید بازی خوب و مناسبیه، ولی در کل اگه بخواید براش هزینه کنید به نظر من ارزش این که بخواید اکانتش رو بخرید و براش هزینه بکنید رو نداره.